آقا سنگ مفت، گنجیش مفت، فقط یک بار همین امشب انجامش بده. اگه موهات میریزه، اگه موهات کمپوش شده، اگه کف سرت چربه و موهات نازک شده، همه راه ها رو رفتی ولی نتیجه ای نگرفتی، فقط یک بار این کاری که بهت میگم و انجام بده. نمیخوام چیزی رو برام کامنت کنی، نمیخوام چیزی رو توی قسمت پیام ها برام بفرستی، فقط سیوش کن که گمش نکنی. برنج و ماست که دیگه توی همه خونه ها پیدا میشه. یه قاشق عسلم بهش اضافه کن، ترکیبش کن، شبا بزن به موهات و بعد بخواب 20 شب، فقط 20 شب این کاری که بهت میگم و انجام بده. اگه نتیجه نداد هرچی خواستی بیا به من بگو. ببین وقتی که راهکارهای شیمیایی و تهاجمی جواب نمیده، به قدرت طبیعت باید ایمان بیاری. این ترکیب رو و نحوه مصرفش رو داخل کپشن برات نوشتم، حتما بخون. این پست رو هم بفرست برای اون رفیقت که در به در دنبال رشد موهاشه.